قوری ادوات محکمشون کنن. یا امید که بر کنیم شما. امید. امید. رئیس خدای از سخن که محکم شون کنیم. سلام علیکم هموطنان عزیز، برادران مهربان. من رئیس جمعیت ولایت ایرکوتسک با اون برادرانی که امروز به مناسبت با دنیای آخرت سفر کردن این برادران کمک رساندگی‌ام با همه شما رحمت‌داری خود را می‌رسانم. خیلی در اسلام گفتن اینا لله و اینا لله راجعون. خدا رحمت و مغفرت کنه این برادرای ما را سفر بی خطر کرد. ما باید ملت یکجایه باشیم، یکجایه شویم. همچون رحمت‌داری خود را به تمام مقامات دولتی تاجیکستان می‌رسانم که امروز در این روز وزمینی به ما کمک یاردم رساندن از طرف مهاجرت تاجیکستان در شهر نوسیبیسک، همچنین از طرف کنسولگری تاجیکستان از شهر نوسیبیسک به ما مراجعه و یاردم رساندن، خدمت کردن. من با راهبری همین برادران حکومت دولت به شهر مسکو روان کرده میشم. بعد از شهر مسکو اگر نصیب باشه در دوشنبه میشوم. اگر انشالله در تاجیکستان میشم. باقی با جمعیت باشید. خداوند همه ما و شما را نگهدار باشد. خوری الله اکبر. به همه هموطنان، پدران و مادران مهربان رساندنیم که مبلغ برای هموطنان ما را دو برادری که بندگی کردگی بدن در درون 2 ساعت مبلغ جمع شد. رحمت‌داری خود را به تمام اون برادرانی که دستگیری کردن به همه اونا میرسانم. خانه آباد سربلند باشید. انا همین خیل با جمعیت باشیم. انشاءالله دما مشکلی سر نمیتید، سر نمیزند. باز یک بار دیگه از نام ریاست جمعیت تاجیکستان شخصا از نام خودم به همه آن برادرانی که در درون 2 ساعت این مبلغ جمع گیر کردن و دستگیری کمک کردن، رحمت‌داری خود را به همه شما میرسانم. سربلند خانه آباد باشید با فیض و برکت با جمعیت تاجیکان. رحمت کلام برادران. السلام علیکم هموطنان عزیز، با عزت احترام دوستان مهربان. امروز 2 برادر ما اینا لله و اینا الیه راجعون وفات کردگیان در شهر ایرکوتسک. از همه هموطنان خواهش التماس میکنم که یا که با جمعیت ما حاضر شوید یا که در راه رضای خدا در همین نمره من کرده هستی یگان پول گذرانید و چکشا و صورت گرفته چکشا هم پرتوید که در ژورنال قید کنیم فلان برادر هم قدر یاردم شدگی. از همه خواهش التماس میکنم. من حاضر با مور گرفته ایستادم 2 تا هموطن خودمانا با تاجیکستان گسیل کردن در کار. باقی با جمعیت تاجیکان ولایت ایرکوتسک باشید، یک جایه باشید. برادران، خواهران، مادران مهربان، از همه که آواز من میشنون خواهش التماس کمک کنید. باقی پناه تو به الله.